دوستان گرامی، درس‌های کوتاه آلمانی و فارسی را دنبال می‌کنید. دوستی پرسیده بود چجوری میگیم دلم برات میسوزه. دل سوزاندن به آلمانی چی میشه؟ لاید یعنی رنج و عذاب. مثلا شنیدید ممکنه توت mir leid یعنی متاسفم. لایدن یعنی رنج کشیدن، یعنی فعل در واقع. Warum leiden die Menschen؟ چرا انسان ها رنج میکشن؟ به میت اگر بهش اضافه کنیم فعل به میت لایدن. به میت لایدن یعنی در واقع دل سوزاندن. به میت لایدن. مثلا شما کسی را دل میسوزونید. jemand den به میت لایدن. ich به میت leide dich یعنی دلم برات میسوزه. میتونم از اسم میتلاید که تا اینجای این هست به صورت اسم بیارمش haben استفاده کنم. میتلاید haben mit jemandem با کسی احساس دلسوزی داشتن. پس میتونم بگم ich bemitleide dich یا میتونم بگم ich habe Mitleid mit dir. یه تمرین واسه شما که این مطلب رو تو ذهنتون محکم‌تر کنید. بنویسید نمیخوام دلت برام بسوزه و اینکه نمیخوام این احساس دلسوزی تو. از این میتونید هم از این فعل استفاده کنید هم از این حالت اسمی فعلی. حالت اسمی فعلی در واقع میتلاید اسمه و با فعل هابن اومده. نمیخوام دلت برام بسوزه. این دلسوزی تو نمیخوام. درس‌های کوتاه آلمانی و فارسی رو دنبال میکنید. اشکان هستم. اگر این 3 درس‌ها رو دوست دارید با لایکتون توی یوتیوب و به اشتراک گذاری این پیامو به ما بدین که درس‌ها رو ادامه بدیم. تا بعد.